کی حوصله آواز خوندن داره آقای دکتر؟ از مقدمه میگذارم تازه یه مجموعه نامه از سلامی فرمانده سپاه و نمکی وزیر بهداشت و قانی جانشین قاسم سلیمانی اینا هست که من دیگه وقتتون رو باشون نگرفتم و پیش پای شما ریختم تو سطل آشغال. فقط چند تا از صحبت‌های حاجی روحانی رو جدا کردم که بپرسم ازتون. اتفاقا همینایی که تو اسم آوردی خیلی استراتژی تر از حاجی روحانی کار کردن. چطور مگه آقای دکتر؟ همین که نخمونده میریزی دور پس چیه؟ مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که خرا خیلی حیوانای استراتژی هستن. از اول نفهمیدنشون رو تابلو کردن که دیگه کسی ازشون توقع نداشته باشه. حاجی روحانی بدبخت هم اینقدر استراتژیک بود میخواست از ستاد مقابله با کرونا در بره، اما مقام عظما پیچید جلوش نذاشت. به هر حال آقای دکتر الان کار به جایی رسیده که یه هیئت هست که اشک همه رو تو نظام درآورده، نظری هم نمیده. هیئت دولت. باریکلا زدی تو خواب. آره بعد کلی ویراج آخرش حاجی روحانی گفت از اولای بهمن ماجرای کرونا رو فهمیده بودی. عین داستان بنزین و هواپیما، یه دور همه دروغا رو آزمایش کرد، آخرش تقش در اومد. چرا آقا از اول این کارو میکنه؟ دست خودش که نیست بدبخت بیچاره، از یه جا که سر کلاف باز بشه تا تهش دیگه میره. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن تو جاده پلیس جلو ماشین مشنگر گرفت، گفت چون اولین نفری هستی که امروز کمربند تو بستی 80,000 تومان جایزه به تعلق میگیره. حالا باهاش چه کار میخوای بکنی؟ مشنگه گفت باهاش میرم گواهینامه میگیرم. زنش اومد درستش بکنه، گفت ببخشید صبر کن، ایشون هر وقت مست میکنه از این پرت و پلاها میگه. افسره گفت چی؟ این وسط داشتش از صندلی عقب گفت چی شد؟ گرفتنمون؟ من که گفتم ماشین دزدی کار خوبی نیست. اومدن اینو جمع و جور بکنن، یه صدایی از صندوق عقب اومد گفت چی شد؟ بالاخره از مرز رد شدیم یا نه؟ روشن شد یا از مرز ردت کنم این وسط؟ آقای دکتر به جای اینکه منو از مرز رد کنی، خرابکاریای این مشنگ رو جمع جور کنی. جمع و جور شدنی نیست که. اگه بخوام یه کاری بکنیم باید ممنوع الکلامش بکنیم، بعد بگم که خودم به جای تو کنفرانس مطبوعاتی میذارم. مرحوم عوضی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهموندن مشنگه آشپزی بلد نبود، هر وقت که میخواست غذا بپزه غذا رو میسوزون. هر روز همین داستان بود. آخرش آتش نشانی براش غذا میبرد، میگفت تو دیگه آشپزی نکن. روشن شد یا همچه روشنت کنم که آتش نشانی بیاد خاموشت بکنه. آیه دکتر وقتی قطعات این پازل رو کنار هم میذارم اوه پازل تصویر ترسناکی درست میشه. شورش پشت سر هم تو زندانا، آتش زدن هرچی عکس عظما و غیر و ذالک تو خیابونا، ریزش شر و شر بسیجی‌ها، وضعیت داغون اقتصادی، سقوط قیمت نفت، حرف گوش نکردن نیروهای برون مرزیمون تو سراسر منطقه، سرازیر شدن پاتریوت و توپخونه و B-52 و آپاچی به وفور تو عراق و از همه خطری‌تر اقدامات و حرفایی که از اون کشور کوچیکه که مقام موضوع دستش خیلی شکاره وقتی میذارم کنار هم. لازم نکرده تو سوال بکنی دیگه. همچین گذاشتی کنار هم که دیگه هر بسیجی و پاسداری هم که دارن نریخته بود الان ریخ با این حرفای تو. مرحوم عوضی همیشه میفهمیدن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمیدن شرلوک هولمز با شاگردش رفتن مأموریت، شب چادر زدن، نصف شب شاگرده رو بیدار کرد، گفت تو آسمون چی میبینی؟ گفت ماه و ستاره. گفت خب معنیش چیه؟ گفت خب یعنی آسمون صافه، بارونی در کار نیست، با خیال راحت بگیریم بخوابیم. گفت مشنگ خیال راحت بخوره تو سرت، معنیش اینه که چادرمون رو دزدیدن رفت. روشن شد یا بذارم دنده دو یه هولی بهت بدم تا روشن شی؟ زیادی روشن کردن آیه دکتر. بسیجی مشنگا هم فهمیدن میله چادر نظام رو کشیدن. نامه داریم از ممجواد ظریف. مزخرف گفته ندید بهت میگم. آیه دکتر من که هنوز نخوندم. این روشی که من رفتم و بهش میگن روش مکارم شیرازی. یکی زنگ زد دفترش، از اون طرف یکی گوشی رو برداشت گفت جوابتون حرام است.
گفت من که هنوز سوالو نپرسیدم. گفت خود ایشون نیستن، به من سپردن که تو فعلا همه رو بگو حرومه تا من برگردم. باشه نمیخونم، ولی خلاصش اینه که گفته من و حاجی روحانی با دروغ درمانی مشکلات رو حل میکنیم، شما نگران نباشین، تحریما رو هم بر میداریم. فعلا که فقط دروغگوها رو بدنام کردی شما. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن راننده تاکسیه، گفت آخوندا همه دزدن. مسافره حالش گرفته شد، گفت حرف دهنتو بفهم، یه بار دیگه حرفا بزنی دندوناتو میریزم تو شکمت. راننده گفت چرا اینقدر ناراحت شدی؟ مگه تو آخوندی؟ گفت نه من دزدم. روشن شد یا بفرستم به سراغ تاکسی. آقای دکتر یعنی دروغ درمانی اینا راه حل دردای مقام عثمان نیست؟ نه خیر، راه حل کشکی رو با یه مثال استراتژی برات روشن میکنم. جن چطوری میشه تن آدم کشید بیرون؟ شما دکتر استراتژی هستی، آقای دکتر من چه میدونم؟ محکم بشین تا برات بگم. 30 روز تموم هر روز سر ساعت 5 عصر باید باشه یه لیوان شیر با یه بسته بیسکویت بدی طرف بخوره. خب روز 31 سر ساعت 5 یه لیوان شیر بدی بخوره ولی بیسکویت نمیدی. خب حالا که به اینجا رسید جنده سرشو میاره بیرون، میگه پس کو بیسکویتش؟ همون موقع گردنشو میچسبی میکنیش تو شیشه. آقای دکتر این که نشد راه. صحت خواب. میخواستم همینو بفهمی که بعضی چیزا راه حل کشکی هست. ولی بالاخره نباید امیدمون از دست بدیم. من خودم دقیق یادمه تو فینال جام جهانی برزیل اوایل بازی 1-0 از فرانسه عقب افتاد، ولی امیدش از دست نداد، سرانجام بازی رو 3-0 باخت. در کل میخواستم بگم امید خوبه ولی متاسفانه مثال خوبی نزدم. چی؟ طرف گفت تو همه چی بختمون سیاهه الا تو هندونه که سفیده. موجی ما بدتر از هندونه سفید. آیا دکتر شما پاتون به زمین حساسیت داره که رو مخ من همش راه میری؟ بشین بابا، وسط دعوا نقد تعیین میکنی. کدوم مخ؟ آخه تو چرا به من توهین میکنی؟ به مقام عظما و حاجی روحانی میگی کدوم مخ درست، ولی تو حق نداری.